در دایره کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه یاوان تدبیرهای سبز و خرمگردانی محیط زیست وسعت داده می شود. این نوبت در دامنکوه حدود جماعت دهات حسن حسین و ناحیه چاربینی عمومی نهالشینانی گذرانیده شد. این گوشه اکولوژی که 5 گکتار مساحت دارد، نهالان درختان همیشه سبز ارچه شینانیده شده گرد و اطراف موضع مذکور با سیمتور محکم کرده شد. در چاربینی اکولوژی ساکنان و جوانان فعالانه شرکت کرده سهم خود را در سرسبز و خرمگردانی محل خود گذاشتند. طوری گفته شد با دستگیری صاحبکاران و جوانان محل از مسافه نزدیک به 12 کیلومتر خط آب کشانیده شده است که آن برای نگاهبین و سرسبزی نهالان شینانیده شده مساعدت می‌نماید. امسال موافق نقشه چاربینی در ناحیه یاوان برای کبودی‌دارکنی و سبز و خرمگرداندن کشور 83,000 درختان سبز و سایه افکن باید شنونده شود. امروز ما تصمیم گرفتیم که جماعت دهات حسین حسینوف دهه ظلم‌آباد 5 گکتار موضع جغرافیش برای شناندن همین درختان سبز و سایه افکن ساید می‌باشد. طبق نقشه در این موضع باید بیش از 2,500 بیخ نهالان سایه‌افکن و آرایشی و میوه‌دهنده شنانیده شود. در مجموع در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه یاوان این موسم شنانیدن بیش از 83,000 نهالان سایه‌افکن و همیشه سبز و بیش از 480,000 بیخ گل و بوته‌های آرایشی شنانیده شود که بهر اجرای آن پیوسته چنین حشرهای عمومی نهالشینانی تشکیل کرده می شود. طور عالمان و متخصصان ساحه ابراز می‌نمایند توسط نهالشینانی تأسیس دادن چنین گوشه‌های سبز در تل و تپه‌ها در شرایط تغییریابی اقلیم و مطابق شوی به آن از بسیار جهت منفعت‌آور میباشد، زیرا سرسبزی و خرمی طبیعت برای تأمین معتدلی هوای تازه و نگاه داشتن اکوسیستم هر منطقه مساعدت می‌نماید. از این لحاظ جمهوری تاجیکستان همچون دولت پیشرفت در مسائل آب و اقلیم و حفظ محیط زیست برنامه مخصوص دولتی را برای بلند برداشتن معرفت اکولوژی اهالی قبول کرده در زمینه آن اقدام‌های زیادی نتیجه بخش را راه اندازی نموده ایستاده است. متخصصان بخش حفظ محیط زیست ناحیه یاوان ابراز داشتند که من بعد نیز در ناحیه خواجگی‌های مخصوص نهال پروری تأسیس داده شده روند کبودی‌زارکنی نیز وسعت بخشیده می شود. این گوشه سرسبز طبیعت در آینده می تواند در سمت بهداشت حفظ محیط زیست مساعدت نماید.